آقا سلام علیکم. سلام خوبید؟ زنده باشی. شما خوبید؟ خدا رو شکر. شما خوب خدا رو باشی ما شکر. الحمدلله. خب آقا شما میتونید مقامات قرآنی رو از هر مقامی یکی دو فراز برامون بخونید؟ چشم دم تو شما شما گرم. میگید چشم. دم شما گرم. بریم مقام حجاز. به حجاز. چشم. بسم الله الرحمن الرحیم. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. الله ممنون. زنده باشی. خیلی عالی. سلام. بریم مقام نهاوند. چشم. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين. سلامت باشی. بسیار عالی. ممنون. بریم مقام رست. اوه مقام رست نه؟ میرم اوجشو میخونم. بسم الله. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. نعم خیلی عالی. خیلی خوب بودا. آره من خودم بیشترین مقامی که خیلی دوست دارم همین مقام رسته. بقیه رو دوست دارم ولی اینو خیلی بیشتر، چون این خیلی پرشور و هیجانه. آره. خب پس اگه اینقدر خوبه یه فراز دیگه از همین رست برامون بخون. یا اگه میشه بعد آیه برشو میخونم. آره خیلی هم عالی. قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. الله خیلی عالی. ممنون. سلامت.